خب این امتحان کنیم ببینیم که صدا به چه صورته. بکنم داره ضبط میشه. الان به میکروفون تو جاش بهتره ولی میکروفون منم قاعدتا باید ضبط کنه. سلام. خب قراره که امروز شروع کنیم دیگه. آره چی رو میخوایم شروع کنیم؟ خب خیلی وقت تصمیمشو دادیم ولی خیلی سخت بود، سخت هم هست کماکان، و اینکه چه جسمی چه ذهنی در هر موقعیتی که قرار میگیرم تمایل ندارم تغییرش بدم. اگر بشینم دیگه برام بلند شدن سخته و خب فشار داره برام کاری که میخوام بکنم. من فشار داره چون قراره ذهنم رو واکاوی کنم، اما به این نتیجه رسیدیم که قرار این کار رو انجام بدیم و روایت کنیم آنچه که بر ما گذشته، آنچه بر ما میگذره، گذشتم میگذره. آره. از تقریبا 1 سال به این ور. آره کاملا 1 سال. و امروز اومدیم این تست کنیم. این تست رو شاید منتشرش کنیم که دیگه مجبور بشیم قطعا انجامش بدیم. آره دیگه. خب استاپ بزنیم ببینیم صدا چجوری نگه دارم. یکی از چیزایی که خیلی واقعا برای من سخت میکنه این داستان رو، شاید هم تو ویدیو اول نمایش صحبت کردیم، اینه که وضعیت من خیلی استیبل نیست از لحاظ جسمی. یکو خالی میکنن از انرژی. خب یکی از چیزایی که واضحا همیشه دارم با خستگی میاد بدن درده و کلا دیگه اونجا تعطیل میشم واقعا. و این یکی از گیرهای من بود و تصمیم گرفتیم همین ها رو هم نشون بدیم، حتی در موردش صحبت بکنیم، چون اگر کسی این ویدیو رو میبینه و این شرایط رو تجربه کرده دقیقا میتونه حس بکنه، لمس بکنه که من دارم از چه نوع خستگی و در واقع بدن دردی حرف میزنم. و سختی دیگه همون صحبت کردن در مورد همون موضوعات و احساسات هستش که خیلی مواقع ذهنم در برابرشون مقاومت میکنه، مثلا حتی مقاومت میکنه در نوشتارشون و مدام یادم میره. یعنی همش یه چیزی میاد تو ذهنم میگه الان میخوام در موردش حرف بزنم و رومو برمیگردونم یادم رفته واقعا در این حد. این درخت رو خیلی دوست دارم. کلا این پارک زیاد می اومدم و چه برای یوگا چه برای ورزش، پیاده روی، همینجوری می اومدم میشستم کتاب میخوندم و یه درخت یه حس خاصی همیشه بهم میده، نمیدونم چرا، خیلی استواره. توی تقریبا سال گذشته همین موقع بود که من علائمم خیلی زیاد شد. یعنی اینقدر احساس درد همه جا بود که تصمیم گرفتم برم دکتر. مطلقا فکر نمی‌کردم که چه چیزی در انتظارمه. به هر چیزی فکر می‌کردم شاید به جز سرطان. تو این 1 سال خیلی نوشتم. آدمی بودم که نمی نوشتم، یعنی در برابر نوشتم معمولا مقاومت داشتم و یه مدت می نوشتم بعد خیلی رها می کردم. اما این مدت که چیزی که خیلی بهم کمک کرد هم به آرامشم هم به انسجام فکریم نوشتم بود. بعد یه جایی احساس کردم که دوست دارم اینها رو به اشتراک بگذارم. به خیلی دلایل احساس کردم که دلم میخواد حرف بزنم، دلم میخواد انگار که میخوای باشی. و اون پوش اولیه رو شاید مونا زد
پیشنهاد پادکست رو داد. خب بعد بر من مقدار تغییر کرد فرمش. من ترجیح میدادم کلا بیام روبروی دوربین، در حالی که اصلا آدم روبروی دوربین نبودم. اسم این کاری که ما انجام میدیم، مجموعه کار، حالا این سری فیلم هایی که میذاریم رو گذاشتیم آتما. در زبان سانسکریت به معنای روحه، روح، جان. و جالبش اینه که اول اسم من مانی هم هست. و همین